نرگیزه سالیوه زنی 35 ساله از جماعت دهاتی غازیانی ناحیه باباجان غفروف است. امروز در حولیش کرمک پرورش میکند. کرمک‌های نرگیزه سالیوه علاقه کلان شده است و بعد 12 روز به پیله‌بندی آغاز میکند و کرمک دومی روز تا 3-4 مراتب برگ توت میدهند و این کار وی بار اول دست میزند. وی از خواجگی دهقانی 3 قوطی کرمک گرفته تا امروز به وی برگ توت داده است. حالا کرمک‌هایش در مرحله 4 پرورش قرار دارد. خود به خار رفته است. خدا خواهد من پلای ویشه کده ناز نگاه کرده پلانو بود میکدگی نیت ما های همش ناز. نرگیزه سالیوه میگوید پرورش کرمک نازک است و با راه و اصولی مخصوص نگاهبین کرده می شود. باید حرارت خانه‌ای که در آنجا کرمک پرورش کرده می شود تا 20-25 درجه گرم باشد. چقدر که حرارت بلند باشد پیله بیشتر می گردد. در اول رنگ کرمک سیاه‌چتا بوده تا وقتی پیله سفید و طلا رنگ می‌گردد. دوامناکی نگاهبینی آن از 27 تا 30 روز را در بر می‌گیرد. اساساً زنان برای کرمک خوراک می‌دهند. مردان باشند برگ توت را جمع آوری می‌کنند. این شغل برای خواجگیداران عائلوی خوب است زیرا مهنت دست جمعانه را طلب می‌کند. نه مشکل نه. فرزندان من یاردم داده استادن. من داده‌هام یاردم داده استادیان شوهرم. من ناز نگاه کردم. من شادی کده خرسندی کده نگاه کردیم. تاجنیسا سالیوی 62 ساله باشد امروز 5 کرمک گرفته است. برای نگاهبینی آن فرزند و کلون و نبیره‌هایش یاری می‌دهند. حالا تاجنیسا میگوید سال گذشته 3 قوطی کرمک را گرفته پرورش کرده بود که از آن 120 کیلو پیله سپارید. وی میگوید به هر 1 کیلوی پیله سپرده شده 10 سومانی مبلغ میگیرد. برای فایده خوب به دست آوردن امسال نظر به سال گذشته 2 قوطی زیاد کرمک گرفته است و حالا کرمک‌های خاله تاجنیسا نیز در مرحله 4 پرورش قرار دارد. از این 2-3 روز بخوره و دیگه تا 20 ماه وای میشه 20 یک مکو خودش میگه که نقص شبات تیز بسر میکنید نه باشه 10 روز کشوله میشه تمام بعد 10 خیزه تفریز میخورد اگر نقص برگتید نه کشوله کدید و میکن بر وای گوشت مونه دیگه 10 روز. امسال در جماعت دهاتی غازیانی ناحیه باباجان غفروف بیش از 50 خواجگی کرمک گرفتند. مسئولین میگویند در اینکوباتوری جماعت 125 قوطی کرمک خوابانده بودند. حالا همه کرمک‌ها خوب پرورش یافته به عائله‌های این جماعت تقسیم کرده شده است. سردار بریگادی کرمک پروری جماعت غازیان سپینیسا علیوه میگوید با کرمک پروران جماعت به جز از دادن مبلغ اینچنین ارد، روغن و دیگر نیاز اولیه خوراک بهره هوسمندی آنها داده می‌شود. از 125 قوطی کرمک خوابونده دستی خلق به تقسیم کردگی همو از 60 قوطیش 4 مرحلنده 65 قوطیش 3 مرحلنده باقی موندهش من مرحله 2 مانده. حاضر رفتی کرمک پروریشی کرمک نقص حاضر به خوریش کرمک نقص نظر سالی گذشته و نگاه کردگینده. سال گذشته جماعت غازیانی ناحیه باباجان غفروف نوابسته از شرایط وزنی پاندمی 1 تن و 600 کیلو پیله به خرمن دولت سپاریدند. حالا کرمک پروران جماعت کوشش دارند که امسال نقشه را از این هم بیشتر اجرا نمایند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.